امروزها خواجگیداران و دهقان شهر لوکند در زمین‌های پخته کشیده‌نموده خود کارهای اگروتکنیکی را بالا مانده‌اند. متخصصان ساحه بر آن نظرند که پخته از محصولات اساسی صادرات دولت محسوب یافته، سال تا سال ارزش اصلی محصولات در بازار جهانی تمایل بالوروی دارد. همساله کشاورزان شهر لوکند کوشش بر آن دارند که مساحت کشت پخته را وسیع نموده در بلند شدن اقتدار استحصالی، افزایش درآمد اقتصادی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی موفق گردند. امروزها که موسم کارکرد بین قطارهای نهالان پخته و گل شونه‌بندی آن فرا رسیده است، دهقانان و خواجگیداران از امکانات‌های موجوده استفاده نموده تلاش دارند تا در آینده حاصل فراوان پخته را به دست آورند. در شهر لوکند طبق دورنما 1030 گکتار پخته بنفشه گرفتگی است. ما با پرگی 1030 گکتار کش کردگیم. با علما همکاری کرده همین حاصل دلخواه ما به دست آوردیم. نسبت سال گذشته نشونمای پخته خیلی خوب است. کاربری شده سری وقت کارکار کرده وظیفه را داده شدیم. باوری داریم که این سال هم حاصل نقص به دست میاریم. باید گفت که کشاورزان و خواجگیداران شهر لوکند تجربه خوبی پخته‌کاری داشته، با رعایت درست قاعده‌های اگروتکنیکی و انتخاب تخم‌های خوش‌صفت همساله به نتیجه‌های خوبی مهنتی نائل گردیده حاصل فراوان به دست می‌آورند. واقعاً پخته‌کاری یکی از ساحه‌های سردرآمد خواجگی قشلاق به حساب می‌رود. از این رو اعضایان خواجگی دهقانی هر یک از زمینی در اختیار داشته را ثمرانک و عاقلانه استفاده نموده از آن درآمد خوب به دست می‌آورند. در میدان 232 گکتار پخته نوی دو قطاره اصول استرالی کش کرده حاضر باشد. در میدان از قدیه رفته ایستاده است. کارکرد بین قطارهای پخته خوب بر راه مانده شده. مقصد داریم که امسال حاصل خوب دسترس کنیم. ما همساله ذخیره تخمی 70 تن تا 80 تن را ذخیره میکنیم. تمام شهر نایب ولایت ختلون کدام خواجگی هست مراجعت میکنند، ما با تخمی خوش‌صفت تامین مینماییم. اهل زحمت کوپراتیو تجارتی تخمی پروری زرزمین با اندیشیدن چاره‌های ضروری و تلاش زحمت صافدلانه در برابر پخته کشت و پرورش دیگر نمودهای زراعت کشاورزی را به راه مانده‌اند. کشاورزان شهر لوکند برای تامین امنیت عضوقواری استحصال هرچه بیشتر محصولات صادراتی پخته و دیگر نوع زراعت و سبزیجات تلاش ورزیده کوشش می‌نمایند که در برابر تامین بازار داخلی همچنین بازارهای مرکزی ولایت خلطور را نیز با محصولات تر و تازه غذایی تامین نمایند.